همین زندگیمون با همین کوارتیر به او کوارتیر هم خیلی گذشت. هیچ که تا همین سال ما یگان کس طلب نمیکرد. یک 3 ماه بیکار و همه خیلی خور رفتم در فدراسیون روسیه. در فدراسیون روسیه 4 سال شد. من هم بیماری من هم خیلی رامیتا همین سال سختی بد کرد. مقصد من یادم وای کردم قزاقا را وای کردم یادم کردم. ظفر مهاجر است. او روزگارش را از این حساب پیش می برد و فرزندانش را با نان مهاجری کلان می کرد. چند سال در روسیه بود. چند سال دیگر در قزاقستان زندگی و کار کرد. این همه تلاش ها به خاطر آن بود که صاحب سرپناه شود و زن و فرزندانش را به خانه خودشان برد. زیرا اجاره شینی و در بدری به جانشان زده بود، ولی کارش آمد نکرد. در ملک روس او گرفتار بیماری گریژه ستون مهره شد. اکنون بار وزن برداشته نمی توانست و بیکار ماند. همکاران تاجیک و قزاق کمکش میکردند. بعد پاندمی اثر شد و بالای سوزش قلب ظفر نمکاب گشت. در کشور پدر و مادر زار و زن و فرزند حیران انتظار پول او بودند، ولی این مهاجر بچه تاجیک توان پول کارکنی نداشت. ماه سپتامبر هموطنان دستگیریش نموده توسط پرواز چارتری به تاجیکستان فرستادنش. اکنون 1 ماه بعد ظفر و اویله‌اش اجاره به اجاره میگردند و بعضا شبها را همراه زن و فرزندان گرسنه سحر میکنند. سلام تماشابینان عزیز. سامانه آیلت جی این نوبت پشت در یک کار افتاده آمد که چند روز قبل با ما تماس گرفته بود و از آن شکایت کرد که با سبب گرفتاری به گریژه ستون مهره نمیتواند که تامین عائله اش را در روز به جا بیارد. بیایید تفصیلات روزگار این عائله را از زبان سرور این خاندان ظفر شمسوف میشنویم. ҳар як шаҳрванд ки ба синни балоғат расидааст ба интихоби озодонаи ҳамсар ҳуқуқ дорад. سال 2015 اویلا داشتم و 2016 بلنیسه برای همه میانم رفته بودم. گریژه برای گفته بودم حسابی که مقصد نبود مبلغ و نبود بودجه که همه بلنیسه وای کردم نکردم لیچینی. با کدام بیمارستان مراجعه کرده بود؟ قریه بولو. بعد همه خطیم اویلم روسیه و قزاقستان در رفتیم یک 4-5 سال همونجا زندگی کردیم. بعد او اومدم دا کما موندم همونجا کوارتیر سینما کردم 9 کیلومتر ده. بعد خودم رفتم روسیه. ماهی مارس اپریل بود که همه بیماری با من وای کرد. یک 3 ماه بیکار و همه خیلی خور رفتم در فدراسیون روسیه. بعدم قطعی ازبک‌ها شناس بودم. همه مرا مقصد نگاه بین کردن و خود و خوراک و کوارتیر همش. بعد همه چرت یعنی ریسک سر شد. همه آمدن بیل گرفتن روان کردن به تاجیکستان. حضور آمدم اینجا مقصد از حساب مبلغ نبود. کوارتیری که سینمات کرده بودیم 1000 سوم بود. مقصد نبود مبلغ. اومدیم همه ارزان گفتیم سینمات کردیم. مقصد سیمبلو بوده همش خنک. بعد نام داره. پدر مادر تا در قید حیات بودن
هستن حضور؟ پدر و مادر هستن و جیدان مقصد پدر با زندگی خودش من 8 ماه بودم خانه تقویان در ما کلان شدگی هم مادرم شوهر کردگی هم خیلی کلان شدگی پدرتون اویله نداره؟ اویله نداره در امور سیاه زندگی شما شما رفت آمد ندارم؟ رفت آمد اک من میرم میبیامون خیلی یاردم و مقصد یکم وای نیست این طرف خبر دارن از بیمار بودنتون؟ داره برادر داره؟ ها؟ برادرتون هستن؟ نه ای خودش هم فرزنده هم همسرش هسته ای مقصد مدل من مقصد متوقع گفتن که در روسیه چی کردم تشخیص کردن آه لیکن توبه نکردن نه گریج همونجا وای امرتک زفتم و یا مرا اپیراتسیا گفتم نکردم اپیراتسیا در قزاقستان هستن با چی کارو مشغول بودن؟ همین ساختمان دارده چند فرزند داره نکن؟ 3 فرزند 3 فرزند 3 فرزند داره اینجا ترایی بگو هر از یک کارش نمیاد کناش کار میکنه بوی تو سوختاگه پیچکا نداره نه خیلی برای این یک تا داریم یک بایش نیست سوز کنم این در قد میگه همون نورو بودن شما؟ خیلی من همونجایی نورو بودن جمهوری قزاقستان کار میکردم ساختمانی کارای وزبین بود بیتون کلادکا بعد از اونجا اومدیم فرزندم هم موندم همینجا و روسیه رفتم فدراسیه روسیه شهری سمارا همونجا ساختمان همونجا هم ساختمان بود کوارتیر را ریمون میکردم بعد وقتی که کرونا ویروس کسل پیدا شد کرانتین شد بیکار موندم یکجا بیتون گرفتم همون بیتون وقتی کار کردن همون بیتون دا بعد میان در کرد گریجا ویش مقصد بیمور شدم هم گریجا دیگه نتونستم کار کردم بعد سنت پتربورگ اومدم در سنت پتربورگ قطعی هم بگوید یک نیم 2 ماه قریب اونجا با خوب کردم در خانه همو خوراندم کردم بعد او وقتی چرت ریس سر شد امرو من با بلیت گرفتم و به تاجیکستان اومدم در تاجیکستان چی کار میکنه؟ در تاجیکستان حوزه هیچی نمیتونم کار مقصد کردم امیر روگردی حتی مقصد دشوار مانده که یک نمیتونم مگزین میرم میبیم پاچو میام در میکنم شما بیماری از کار نکرده هستیم در خانه بعد کی برای شما فروکن میاره پولی مبلغی کوارتیرتون نکی میکرد؟ از قزاقستان همون شناسان مرا یادم میکنن همو را زن میزنم میگم همین خیلی حتی لباسی فرزندم در پول هوایی روی کردم بو کدیسیم پلی کوارتیر همو روی کردم ماهی گذشته تاجیکای در قزاقستان زندگی میکرده؟ قزاقا ملت همون قزاقستان شما یگان بار به یگان جا مراجعت کردین؟ از یگان کس کمک طلب کردین؟ چند دو کردم اینای روسیه در مرکز تاجیکا گفتم اونجا مراجعت کردم یگان تاش جواب نداد در فقط تاجیکستان چی؟ در تاجیکستان به یگان جا مراجعت نکردم کسی که مرا میبینم خیلی که میتونم از برای الله کمک کنیم